بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، درباره زکات فطر یک نواری کوتاهک برای شما آماده کردم. درباره زکات فطر خیلی زیادی از خواهران پرسیده ایستادن که ما چقدر دهیم، به کی دهیم. باید مفصلا در نوار کوتاه باشد هم این موضوع را برای شما بیان کنم. پیش از همه میدونیم که زکات فطر این فرض است. متاسفانه در تاجیکستان اکثریت از این بیخبر هستند. بسیاری‌ها گمان میکنند که اگر دادید ثواب، ندادید گناهکار نمیشوید، در حالی که حدیث در صحیح بخاری مسلم است. از پسر عمر عبدالله ابن عمر روایت است که میگویند پیامبر فرض کردند زکات فطر را از دادن خرما، 1 سا خرما و یا 1 سا جو و یا اینکه 1 سا از گندم از تمام نفرانی که مسلمان هستند، چی کمبغل باشند، چی بای، چی زن باشد، چی مرد، چی کودک باشد، چی بزرگ، و حتی برده هم از نام برده هم که الان وجود ندارد، سیدش یا اینکه از سردارش باید زکات بدهد. و وقتی که پیامبر خود زکات فطر رو از دانه حساب کردن، یعنی از گندم و یا اینکه از جو، می شود به این گروه ما تمام دانه ها رو داخل کنیم. برنج هم می شود، ارد هم می شود، لوبیا هم می شود، موش هم می شود، نخود هم می شود. و وقتی خرما گفتن تمام میوه های خشک رو که ذخیره کرده می توانید می شود حساب کرد، مثلا خرما و یا اینکه مویز و یا اینکه زردالوی خشک. و اینجا عزیزان وقتی به حدیث نگاه میکنیم 1 سا گفتگی هستند. مقدار سا رو با کیلو نیبو با 4 مد در تمام کتاب فقه 4 امداد میگویند. 4 مد 2 کفی پوری یک مرد میانه که 4 بار با آن 2 کفی پور میگیره. نگاه کنید، این 1 مد میشود، این 2 تا میشود، 3 مد میشود و 4 مد میشود. از تمام دانه ها همین مقدار اگر شما بدون ترازو حساب کنید 4 مد را میگیرید، یعنی 1 2 3 4 از 2 کفی پوری یک مرد میانه. از برنج هم می شود، از ارد خیلی که گفتم، از تمام دانه های خشکی که ذخیره کرده می شود و میوه های خشکی که ذخیره کرده می شود. از شیرینی ها دادن می شود، از روغن دادن می شود. و بعضی از علما می گویند اگر با کیلوگرم حساب کنید تقریبا 2 کیلو و 750 یا 800 یا 3 کیلوگرم یا 3 کیلوگرم. لیکن با مد حساب کنید که اصلا آسانش از طریقه سنت است. یک مرد یعنی برادرتون، شوهرتون، زنهانی که دستشون معده‌تر هست با 2 کفی پور 4 بار میگیرند و این مقدار چی می شود؟ از نام 1 نفر همین مقدار رو می دهید. و اکنون این از نام 1 نفر بود. از نام 6 نفر باشد باز 6 تای دیگر همین مقدار می دهید، یعنی تقریبا با کیلوگرم. و در نزد بعضی از علما از جمله ابو حنیفه رحمت الله علیه و تمام علمای احناف و به این قول ابن تیمیه هم هست و روایت میکنن از بعضی تابعین که بجای همین دانه ها اگر دیدید که کمبغل ها خیلی نیاز به پول دارند، شما می توانید پولی همین دانه ها رو دهید. یعنی بجای 3 کیلوگرم ماش می توانید پولی اون رو دهید، بجای 3 کیلوگرم ارد پولی اون رو دهید، بجای 3 کیلوگرم خرما پولی اون رو دهید. و این یگانه در مذهب ابو حنیفه و بعضی از علمای دیگر هست. اینها میگن مقصد از دادن این دانه ها به کمبغل به او کمک کردن می باشد و گاهی می شود که کمبغل زیادتر به پول نیاز دارد و ما می توانیم پولش را دهیم. حتی ابو جعفر طحاوی از علمای ابرزی گفته مذهب حنفی میگویند در زمان پیامبر حتی به جای پول از گندم و از خرما هم استفاده میکردند. بعضی خرید و فروش ها رو با گندم و با خرما هم میکردند. برای همین هم می شود که پول آن را داد. علل خصوص بعضی از صحابگان می توانستند در وقتش به جای دانه گرفتن لباس هم گیرند که این هم دلالت می کند که مهم کمک کردن به کمبغلان است. ولیکن جمهور علما می گویند نه، در حدیث کلمه به کلمه آمدگی است که پیامبر ساعا من الشعیر ساعا من التمر گفته آمدگی هست. تمام طعام ها را علل خصوص در حدیث ابو داود طعمتا للمساکین می گویند، یک طعام برای مسکین ها، برای همین پولش رو نیبو خود دانه ها رو دادید، هم به حدیث عمل میکنید، هم این همچون یک عبادت است که در این باره اجتهاد نکرده پولش رو نیبو باید همون پیامبر گفتگی چیزها رو بدهیم. و خواهران عزیز اینجا چیزی دیگر این است که این مقدار رو یعنی
همون چرمود یا تقریبا 3 کیلوگرمی که گفتیم از نام کوچک هایم میدید. حتی در نزد بعضی از علما با روایت عثمان ابن عفان زنک حامله از کودکی که در شکمش هست از نام اون برارت هم ثواب میگیرد. اما این رو به فرزند خود، به پدر و مادر خود و این چونین به خواهر و برادری که همراهتان در یک خانه زندگی میکند به آنها نمیدهید، برای اون که الکی شما سرپرست آنها هستید، کفالت آنها در شما هست. این را به نفران میدید که شما ذمه‌دار یا کفالت زندگی آنها رو به گردن نگرفتید. خواهر و برادری که زندگیشان از شما جدا است میشود دادن، اما به نبیره، به زن و شوهر خود، به فرزندان خود، به پدر و مادر دادن نمیشود. و وقتی دادنش عزیزان میشود 1 روز یا 2 روز پیش از عید دهیم و بعضی از علما میگویند 1 ماه پیش هم میشود. ولیکن اگر به حدیث ها نگاه کنیم و به آثار صحابگان نگاه کنیم، صحابگان در وقتش 1 روز یا 2 روز پیش دادن رو شروع میکردن و تا وقتی نماز عید. همین که نماز عید گذشت دیگر نماز عید رو مردم خوندن، وقتش قضا می شود و این فرضتان رو شما گویا داده نتوانستید. اگرچه بعد از این هم نه من قضا کردم نمیدی، هم نه باید داده شود، برای اینکه این فرض است و شما قضایش رو باید انجام دهید. ولی باید خیلی احتیاط شد که تا نماز خوندن از 1 روز 2 روز شروع کرده در آخران روزهای 29 و 30 رمضان ما باید شتابان به اهلش، به کمبغلان این را دهیم. و آخرین نکته که میخوام ذکر کنم اینجا، زکات فطر رو به کافر داده نمی شود. این یک عبادت است، این رو باید به مسلمان ها داد. برای همین خواهرانی که در مهاجرت هستید، در اطراف یگان مسلمان نیستند، کوشش کنید بر وقتر و تاجیکستان یا هر جایی که در آنجا مسلمان ها هست یگان نفر را برای خود وکیل گرفته زکات فطرتان رو روان کنید و آنها خریده بدهند، برای آن که در نزد جمهور علما مثل زکات های فریضه زکات فطر را به کافر داده نمی شود. این بود موضوع کوتاهک برای شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.